بگو اوی 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 لب دریا من تو مایو داشتی کنسل دادم بایو منو ماما میا اوی اوی تکساس تجربیات من نشون میده هیچ کس تو دنیا نیست که تو زندگیش لااقل یه بار از خودش این سوالو نپرسیده باشه که من اینجا چی میخوام. اگه موافقین پس قبول دارین که همه ما لااقل یه بار تو زندگیمون تو زمان نامناسب تو یه مکان نامناسب گیر یه ماجرای خیلی نامناسب افتادیم. من 30 سالم بود که اولین بار از خودم پرسیدم من اینجا چی میخوام. Boy, to the bay, honey. Hot, hot, honey, yes. Hot, honey. Honey, honey, husband, honey. Husband, honey. Mama. Baby, father اومده. چی آورده؟ فادر اومده. چی آورده؟ وای وای فادر اومده. باز بچه رو انداختی تو حیاط؟ آخه کی بچه نوزاده میندازه بالا؟ این دفعه دیگه خودت باید بری بیاری شا. خیر سرت میخوای باباشی. اینقدر شلوغش نکنی که پام گرفت به این فرشه خوردم زمین. جملاتم خود سرانه عوض میکنی. 5 تا جمله پرتغالی واسه نوشتم اونا رو حفظشون کن. هی الکی شلوغش میکنی. هی میای منو ماچ میکنی. هی فارسی حرف میزنی. اصلا گفتم دیگه هویو کی گفت؟ تو دبیو کی گفت؟ بعدم فکر کردم ماچت کنم خب حس بهتری منتقل میشه. فعلا که بچه رو داری خوب منتقل میکنی. برام جون 5 تا جمله است. سعی کن یاد بگیری. ما به لارا هم یاد دادیم فارسی حرف بزنه. بعد اون میتونه بگه تو نمیتونی بگی آبرومون میره. آبرو ایران میبری. آبروی ایران میره من نتونم بگم؟ بعد بوسه چی بود اونو من نگفتم؟ آلیسه. الو سلام عزیزم. خیلی خب تو باش پیشش ما داریم میان. آلیس خانم دوستت دارم. آلیس چی گفت؟ داری بابا میشی خره داری بابا میشی. بودو جمع کن بریم. بودو دیر میشی. بودو برام احساساتی بذار واسه تو بیمارستان داره دیر میشه. بودو دیگه. بیا اینا رو بگی. این پوشک هم یاد باشه تو قرعه کشی شرکت کنی. امروز روز آخرشه. چند بار میگی؟ ساسا ساسان جان پری دریای خوشگل من به برزیلی چی میشه؟ چی؟ Fica calma, querida. Respira. Cadê o marido dela, gente? Tá chegando, já vou chamar, peraí. خوشحالی؟ لانا مای لانا چرا بیمارستان داد میزنی؟ داری داد میزنی برام جان. دارم میام عزیزم دارم میام. تشمندم. از این طرف. برو. نه آقا من کجا؟ برو تو بابا برو زنت برو. خدا کنه خراب نکنم. این که هنوز نزاییده که. معلومه که نزاییده تو باید پیشش باشی که بذار. نه آقا چی من کنارش باشم؟ بعد اینجا رسمه رو به در میزان. پس برام جون می‌خواستی رو به پنجره بذار؟ برو بذار همه چی طبیعی باشه. برو برام. چی طبیعی باشه؟ ما اصلا اینو تمرین نکرده بودیم. تو تمرین زاییدن می‌خواستی با من بکنی؟ برو الان همه چی خراب می‌کنی. برو. زایید آج تو سر دقیقا نرفتی که زایید. زایید میفهمی یعنی چی؟ یعنی چی Parabéns, querida. Obrigada. Thanks nurse and the glass of the milk and the flower for my. خیلی خوب آقا بهرام. اینم لارا خانوم عشق زندگی شما. ایشونه؟ بله. سبکتر نبود 2-3 کیلو هم سبکتر باشه. این سبکتری نشون بود. بدون اونا رو برو بغلش کن. نه زشه برو بغلش کن اینجا رسمه. برو رسم بی خود. برو. ساسان چا های هوی وایف کیس کن آی برو بغلش کن. برو. مای وایف نو پرابلم. های لیندا فلاور فور یو. Hasta nagares dure. Beresi, nashot, umad.
Don't disrespect my love. این چه حرفیه ساسان جان بهش بگو میزنی؟ شما باید بچه رو به دنیا می آوردی. خفه میشد تو من برا پرتغالی هم آماده کرد. واسه چی ماینز؟ اوکی برا اوه بچم. ساسان جان بچه رو دست به دست بده بیاد. ایوی یه حسیه، حس عجیبیه. ببین خوب خودتون نمیکنه. عزیزم شبیهت. یس شباهت لایک سیم لایک. این بهترین هدیه ای بود که میتونست همسرم به من بده. I love my wife. برا بده بیا. ساسان جان میشه بچه رو مواظب سرش باش. قربون سرش برم. Você é o pai da criança? Thank you. Thank you. چی رو ممنونم. داره میگه بچه مال کیه؟ Você confirma que ele é o Eu pai? preciso descansar, eu tô bem agora. Com licença. Ela vai descansar um pouquinho que ela não tá bem. Ok, descansa que eu volto daqui a pouco. اوکی. ساسان جان بچه رو نگفتم پدر بچه‌شم. حتما به خاطر همون پولیه که قرار بوده بهش بدی. واسه ببینم چی میگه. کی foi لارا؟ کی foi؟ Eu quero que você me prometa uma coisa. میگه میخوام پولمو بهم بدی. O mesmo que você me prometeu no primeiro dia. همون پولی که از اول قرار بوده بهم بدی. E eu quero que você faça ele prometer também. میگه همه پولمو تا قرون آخر باید بهم بدی امروز. Promete? پول بده. ای وا خب من که هنوز اقامت نگرفتم که قرار شد من اقامت بگیرم بعد پول بدم ساسان جان. نه خیر برام جون. قرار بود نصفش اول بدی، نصف بعدی رو بعد از اینکه اقامتت درست شد. بده بهش. نه قرار ما این نبود. من الان پول نمیدم ببخشید. غلط میکنی ندی. این گفت؟ بله. این گفت؟ بله برزیلیا با چشاشون با هم دیگه حرف میزنن. الان با من حرف زد. Eu quero que você prometa cuidar do meu filho como se fosse seu. E tratá-lo com muito amor e carinho. میگه قول بده که همه اون پول رو به هم نقدی همین الان بدی. این اخطار آخره. بابا این با این صورت ملیحش داره اینجوری با من حرف میزنه. اشتباه نمیکنی ساسان؟ شما شک داری؟ نگاه کن. الیکسو فیلیو para پاسپورت برزیلیو. باشه میدم مردیه بر خودش. Calma, era brincadeirinha dele. باشه میدم چشه. فقط بگو من نصفشو الان میتونم بدم ها. خیلی خوب. هر چقدرشو میتونی بده. بدو الان یارو میاد. Ah, بدو. Olá. Oi. Você se sente melhor agora? sim. Ele é o pai Dani Júnior Gasculin da Silva. اشکولی دا سیلوا. My wife Danny baby. Danny. Vem comigo que eu vou pegar a sua digital. نه بابا. میگه باید بدی اثر انگشت دیجیتالی بدی. آخرین مرحلهشه. بریم. Okay, I go digital come back soon. بجو برام بجو. عوضی سرمون کلا گذاشت. میکشم برام. بهرام ساسان جان این همون استادیوم است که پله به نامت کرده؟ آره 100 ببینمش. میلیون داره. این تازه کوچیکترینش بود داد به من. بعدم من مهندس نیوکمپ آوردم. از میخوام نیوکمپ. 60,000 تاییش کنم. ببین پاسپورت برزیل ارزش داره. 120 تا کشور بدون ویزا میتونی بری. 120 تا اینجا مثل کشور. اونجا نیستش که استعداداتو کور کنن. یه چیزی بهت میگم خودت تا تهش برو. بگو. بعد از پله من با نفوذترین مرد برزیل شناخته شدم. گوه نخ ببین، اینجا رو آفرین. ببین. ساعتو برنده $12,000 مایشه. قابل بعد یک نشر فیلم. تولد بهم داده. فقط این نیستش که نگاه کن یه عینک هم داده. اونم داد برند. دیگه بس دیگه با حسودیم شد شما دیگه دیگه. چرا 4%. ای شما که بابا. خودت وضع توپه. نه، اینجوری هم نیست. ددی حسابی بهت رسیده. حالا برنامه چی شد؟ ببین دیگه میدونی یه نواختی بهت گفتم خسته شدم دیگه. باید حتما زندگی توی کشور دیگه رو تجربه اون کنم. کشور اینجاست. اینجاست. اینجا جاشه. برزیل. ببین حل دیگه پس همه کاراتم کردم. یه خودم بهش فارسی یاد دادم. هم یه خود پرتغالی تمرین کن. فقط میمونه یه بلیت اون که با حله. پول لارا. لاراس اسمش. باشه دومن.
ببین من دیگه باید برم. ساسا پله داره صدا میکنه. برو ساسا خداحافظ. کی پس من بهرام جون بس دیگه بابا، یه آب معدنی گرفتی 1500 تومان 3 ساعت افتادی رو اینترنت. مؤدب باش تو اون موقع که به ترابل میدادم آقا کامران خوب بود، آدم خوبی بودم. بهرام جون تو مهندس کمتر به من نمیگفتی؟ زبون میدادی تموم شد. Get out. بهرام به خدا ساسا میکشم. آروم باش، من به دروغ نگفتم، من فقط راستشو نگفتم چون فکر کردم اگه بگم کارمو انجام نمیدم. معلومه که انجام نمیدادم. من این کارو به خاطر پولش انجام دادم. تو که به من گفتی به خاطر لارا این کارو کردی. الانم به خاطر لاراست که عصبیم. عصبی نباش، لارا اصلا ناراحت نیست. ناراحت من از نبود. من تشکر کرد، من خوشش اومده. ناراحت نبود. نه ناراحت نبود چون لارا آدم درونگرایی، همه چی رو میریزه تو خودش. کلا برزیلیا همینجوری هست. تو چی میدونی؟ زشت جلوی مردم، جلوی آلیس تازه منو دیده با من اینجوری رفتار نکن. این بچه‌م رو ناخودآگاهش تاثیر میذاره. من روی پول حساب کرده بودم. لعنتی. باشه ساسان جان بهم وقت بده. آلیس خانم شما یه چیزی بهش. چرا داری گریه میکنه؟ واسه که زندگیمون خراب شد. زندگی شما گند زدی تو همه چی. من چیکار کردم؟ ساسا یه لحظه وایسا، بیا بحث منطقی کنیم. من جبران میکنم. ببین من پدر شدم دیگه، درسته؟ اقامتمو میگیرم، کار میکنم، خورد پولشو بهت میدم. خوبه؟ بهرام تو چرا انقدر خری؟ چرا؟ من این پول تا امشب باید جور کنم و الا آلیسو از من میگیرن. ممکنه خودم من بکشن. کیا؟ ساسان یادم کن بابا. آخه خب به منم بگو دیگه. یعنی چی بریم؟ پس من چی؟ تو که به هدفت رسیدی، اقامتشو میگیری، زندگیتو میکنی تک و تنها، همه چی از من. تو رفیق تو غربت نمیذاری بریم؟ تو رفیقی؟ بله هستم. تو اگه رفیق بودی هیچ وقت به رفیق دروغ نمیگفت. من این حرفا حالی نیست، منم میام. یه قدم برداری جلو بچت میخوابونم تو وای گوشه. نگو، این بچه خدا رو شکر فارسی بلد نیست بفهمه چجوری با پدرش داری صحبت میکنی. رفت لعنتی، من به خاطر تو اومدم برزیل. من تو همه کشورها کیس بهتر داشتم، سبک‌باز، خوشگل، مهربون. چیه برای من پیدا کرد؟ منتم میذاره. بیا خوب شد. انقدر به فشار آوردی تو غربت. بابا بذار برسی. Já pensou que você pode ser o nosso novo Felizardo? O ganhador do prêmio de R$1 milhão? Aposte em você! Mande seu número, não perca tempo, porque nós temos 5 minutos. Corre lá que dá tempo, vai que a sorte está com você. Olá, boa noite. Hoje o Euromilhões atinge o jackpot máximo. 190 milhões de euros. Cara, eu sou muito azarada. عزیزم قرار شد فارسی حرف بزنیم. Eu sei. Mas é que quando eu tô triste, farsi سخته. بالاخره فردا ما قراره با هم دیگه ازدواج کنیم. توی زندگیمون هم ممکنه ناراحتی پیش بیاد. برای همین از همین الان عادت کن همه ناراحتیاتو به فارسی بگی. من خیلی بدبختم. این چه حرفیه؟ چون فقط توی خانواده فقیر به دنیا اومدی و پدر مادرت تو بچگی از دست دادی و مجبور شدی از بچگی کار کنی که خرج خودت و خواهر برادرتو بدی و الان برادرت به آدم خلافکار یه عالمه پول بده کاره و اون بدهی افتاده گردن تو و مهلتت هم تمام شده. حق نداری به خودت بگی بدبخت. باز چی باید بگم؟ باید بگی عزیزم من همیشه مراقب تو هستم. بهت قول میدم. تو کارلوسو نمیشناسی. خیلی آدم خطرناکیه. اگه کارلوس آدم خطرناکیه پس ما اینجا چی کار میکنیم؟ بیا فرار کنیم. فرار همه چی بدتر میکنه. Cara, ele tem homem pra tudo quanto é lado aqui, não vai dar. 2 sucos, por favor. نباید چنین شرطی رو میذاشتی. نباید خودتو درگیر میکردی. پس برادرم چی؟ برادرم پیششه. تا دیر نشده و زندگیم برو بیرون. کجا برم؟ زندگی من تویی. از اولم قرار بود همیشه کنار هم باشیم. Cadê o meu café? Rafishi Ramatun! Gente, vocês não estão vendo que eu tô falando com meu noivo aqui, não? آلیس خواهش میکنم آرومتر. Alice,
Você sabe que o chefe odeia desonestidade, não sabe, Alice? 1 hora de atraso. Calma, Lulu, que eu vou explicar. Vai explicar pro chefe. Alice, onde tu achas isso? Por que tanta pressa? Senta aí, para, relaxa e conversa. Ok, não conversa. Vamos, Jeff tá esperando. Se que chegar nela, tem que passar por mim. Tô com tanto medo de você, cara. Vamos, Alice. É culpa do Bahram. Bahram não deu a grana. Eu não quero te machucar, Oi! Alice, vamos. Oi, para. Vem. A grana tá comigo. Cala essa boca, pelo amor de Deus! Eu não aguento mais ouvir a sua voz, gringo chato pra cacete! Sabe o que o chefe faz com quem sacaneia ele? Ele gosta de levar um pedacinho de lembrança. Aqui não. Aqui. Aqui não. Escolhe, então! Aqui, per favore. آلیس یه ظرف یخ آماده کن که گوشمو بذارم توش بعدش بتونیم جوشش بدیم آوردی؟ Quem será esse novo milionário? Eu vou gostar tanto de cortar sua orelha. Um momento. E os números estão chegando. Olha, TV. Espera só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Daniel Júnior Cascoli da Silva! Parabéns, Daniel! Você é muito sortudo, hein? E a família tem que entrar em contato com a produção pra pegar o prêmio. Parabéns! Para, Carlos! Pago ele amanhã! E pago dobro! Ok? A gente vai, mas a gente volta. Carlos سلام برسون آلیس فردا میریم جایزه رو میگیریم بعد با هم دیگه ازدواج میکنیم با بقیه پولمون هم میریم اشغال ولی لرا برم عاشقتم که انقدر مهربونی نترس عزیزم سهم اونا رو بهشون میدیم منظورم اینه که بدونی اونا جایزه رو به خیمون نمیدن بهرام اگه تا فردا پیداش نکنیم چی؟ امشب استراحت کن تا فردا یه چیزی میشه دیگه من خیلی میترسم ساسان نه ترس عزیزم مهم اینه که هر اتفاقی بیفته ما با همیم امشب هم تو برو بالا بخواب من همجوری کاناپه میخوام باشه سلام بهرام ساسان اجازه بده برات توضیح بدم باشه اینجا چیکار میکنی؟ من دیگه پدر شدم جلوی مامان بدرفتاری نکن من به خاطر دنی اومدم اینجا اگه دنی نبود من پامو اینجا نمیذاشتم خدا شاهده چجوری ساسان اومدی به تو؟ خدا پنجره بالا باز بود من پنجره اومدم صبح یادمون رفته بود ببندیمش الهی قربون نزنی جونه تو خوبی؟
دنی هم خوب اینجاست؟ پوشکش هم هست؟ مهمه. چرا گریه میکنی؟ عشق شوق. Seus filhos da puta! Seus homens de merda! O bagulho aqui é Corinthians, porra! Como que 2 homens desse tamanho não conseguem pegar uma menina? É culpa daquele iraniano, chefe, aquele gringo maldito atrapalhou! Aí a polícia chegou e não deu tempo! Amanhã você vai trazer essa menina aqui. Senão, você vai ganhar uma bala na cabeça. Você entendeu, Luizão? Sim, senhor. Entendeu, Luizão? Sim, senhor. Não entendi, chefe. Você vai trazer a Alice e o dinheiro aqui. Eu quero meu 1 milhão. Sim, senhor. Localiza ela com isso. Você entendeu? Sim, senhor. Tem que esperar o gringo ganhar o prêmio. Leva o Coringão com você. Ele ainda tem as 2 orelhas. E a gente fazer o quê com o iraniano, chefe? Mata ele! Agora vaza! Vaza! Vaza, porra! Meus olhos coloridos! Eu vou fazer você gostar de mim. Eu vou fazer você delirar. Eu vou fazer você gostar de mim. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje, pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Tiquili, 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 tiquili. Hey, tiquili, 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 hey, tiquili, 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 tiquili. Hey, tiquili, tiquili. میگم آلیس خانم مطمئنی نمیخوای من باهاتون بیام؟ نه بابا کجا بیا؟ یه واکسن واسه بچه میزنیم میایم دیگه. بعدم این روزا تو زود رنج شدی. میای گریه بچه رو میبینی تو هم گریت میگیری. من یه معذرت خواهی به شما بدهکارم. با اینکه بهتون دروغ گفتم ولی ببینید تو قربت چجوری دست منو گرفتی. ببین کاراتو همینو میگم ها. آلیس پوشک بچه نره. آخ گفتین پوشک من توی قرعه کشی شرکت کردم. اینو دور نندازین. نه ترس داداش ما از این شانسا نداریم. نخور اونو شیر دنیه. خیلی خب بابا برگشتن واسش میخرم. شیر لارا. چی؟ اون وقتی شما رفتین گفت به من میخوام بچم شیر خودمو بخوره. منم آوردم گوشم توی یخچال خراب نشه. نمیبینی رنگشو؟ لارا این همه شیر کجاش بود؟ منم کمکش کردم. نه من یعنی بطری آوردم. من شیر دارم. خیلی خوب. یاد باشه پاسپورتت هم بهم بدی. پاسپورت برای چی؟ اینجا قانونه. میخوان بچه رو واکسن بزنن، پاسپورت پدرش هم میخوان. ببین کشورو. اینجا همه چی قانونمنده. بده من. بریم. بفهمی آلیس. بفهمی. بودو آلیس. Barranca Ascoli? Essa foto foi antes de queimar a pele. Tive que trocar Emília Pele. Foi um incêndio horrível, coitadinho. Ele ficou todo queimado. Mas continua lindo. Obrigado, amor. Fiz a melhor escolha. ناراحتم عزیزم. چرا؟ این کارمون مثل دزدیه. این جایزه واسه ما نیست. پس واسه کیه؟ بهرام پولشو داده. پوشک واسه بچه است. ولی من خریدمش چون میدونستم قرعه کشی داره. آره. ولی واقعا فکر کردی من میخوام حقشونو بخورم؟ من همون پولی رو برمیدارم که بهرام قرار بود به اون بده چون میخوایم زندگیمون رو تغییر بدیم. الانم بهشون نگفتیم چون وقت نبود. اگه بزنی زیرش دستمون به هیچی بند نیست.
به محضی که پول کارلوس رو تصویر کردیم همه چی بهش میگیم. باشه؟ باشه. Cupom e nota fiscal, por favor. Yes. Cupom e nota fiscal. Okay. Baby. Digital. 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 دیجیتال. Digital. Coloca digital. No, digital. اوکی. Inválido. Esqueci. Esse. Inválido. A queimadura tiro digital. A queimadura tirou digital. A queimadura tiro digital. Inválido. Olha aí o gringo safado. Tá pegando o prêmio com certeza. Se prepara, caralho! حالا چی کار کنیم؟ هیچ. مجبوریم به بهرام بگیم. فقط نمیدونم چجوری. باورم نمیشه. این احمقا واقعا میخوام منو بکشن. Otomoye Carlosson. میدونم. بریم. Que merda, velho! Vai! Vai, sua porra! Acelera, caralho! Esse gringo! Maldito! با کیا طرف شدی آلیس؟ اینا واقعا آدم خوشن. چطوری پیدامون کردن؟ نمیدونم. حالا چی کار کنیم؟ باید همین الان قضیه پوشک رو به بهرام بگیم. همین الان. ناسیمنتو رو زدم خدا. پله بگم گو خوردم بلند شو. پله
پله خواهش میکنم بلند چون بگم گوه خوردم منو میبخشی که ساسان ببین چه کی رو غلطی زدم کردی؟ پله رو زدم 200 تو خونه تنات گذاشتم زدی پله رو کشتی ساسان یهو چرخیدم این بایی پله جان باید چی کار کنیم؟ این چرا زود برگشت خونه؟ خدا چرخیدم دیدم این سیاه پاچه سرمه زدم تو سر وای با کاپ جام جهانی پله رو زدی بدبختمون کردی برام خیلی بد شد از الان به بعد باید از دست 203 میلیون نفر برسید همش در فرار باشیم به هوشش بیخالی به هوشش پله چجوری به هوشش باید ببریمش بیمارستان سرشو من گرفتم پاشو بگه علی کن اینا چجوری دوباره پیدامون کردن؟ چطوری پیدامون میکنن؟ من نمیدونم من میدونستم اینا ستاره هاشونو تنها نمیذارن پیدام کردن باید در بریم بر اینا خطرناکترن بعداً به توضیح اینو چی کار کنیم؟ زنگ بزنیم مرشاس بیاد اینو ببره بلشون بله ببین کاپ تو دادم بله بودو آنیز بودو کجا؟ لباسا برو لباسا اوی دارم یه رو میشکنم برو چرا اینجوری میکنی؟ گر ندیدی تا حالا؟ مگه گر نرده نیست چقدر اینجا باصفاست کجایین؟ قبرستون من که ازت عذرخواهی کردم هنوز من ناراحتی؟ میگم قبرستونی نمیبینی این همه قبر رو؟ اینجا مگه موزه نیست؟ آره موزه را میدن قبرستون فقط جا وایسا ببینم من از تو شاکیم اگه من توی قره کچی پوش چکشک کردن کرده بودم الان پولم نداشتی اگه نرفته بودی تکخوری کنی الان هممون پولات شده بودی میخواستی پول منو بخوری اینم حرف دهن تو بفر همون بودم اگه تو عوضی بهم دروغ نگفته بودی من الان پول یه نفر دیگه گرفته بودم بدبختیام تموم شده بود فهمیدی؟ من اگه بدبخت بودم تو این کشور غریب چی کار میکردم قاطی مرده واک بر سر من به حرف تو اومدم اینجا فکر کردم پشتم میپرده همی لطیخمی صدا تو اصلا کلاف نکن صدای من کلاف الان این زمان کلاف چی میگی بابا آفریقایی حرف میزنی؟ بیبریم رفتی؟ مرد نیستم بیام دنبالت میگم ساسان جان دقت کردی قبرستون همه جای دنیا ترسناکه ها نه؟ سردم است من نمیدونم ما چرا فرار کردیم اومدیم اینجا اصلا چرا به من نمیگی اینا کی بودن دنبالمون کرده بودن آدمای کارلوس روبرتو؟ نه بابا جریانش مفصله حالا واسه تعریف میکنم خب چرا الان نمیگی که یه ذرم حواس من این مرده پرچه همون چند سال پیش که اسمم تو لیست تیم ملی نبود خواستم به همه ثابت کنم که لیاقت من بیشتر از ایناست و در مورد من اشتباه فکر میکنم واسه همین بلند شدم اومدم برزیل که بگم منم پخی هستم یه چند ماه که گذشت فهمیدم زیره به کرمون آوردم اینا همشون فوتبالیستن همشون واسه خودشون یه پا نیماری هستن اصلا فوتبال من جلو فوتبال اینا مسخره بازی بود ولی واسه اینکه کم نیارم هر روز واسه خودم یه عکس میگرفتم و میفرستادم ایران که همه فکر کنن من خیلی پیشرفت کردم واسه خودم کسی هستم شاید باورت نشه ولی هر روز آویزون یکی و یه جا بودم که فقط نون شبم بتونم در بیارم تا اینکه به پله معرفی شدم اونم قبول کرد بشم باغبون ذخیرش باغبون؟ مگه باغبون ذخیره داره؟ آره آبیاری بهت رسید؟ یه هفته من واسش کار میکنم یه هفته یه نفر دیگه یه یارو مکزیکیه باغبونی؟ این همه به من دروغ گفتی ساسان؟ چه میدونستم بابای تو برشکست شده گفتم میای اینجا هم تو به هدفت میرسی هم مشکل ما حل میشه منو نگاه کن استادیومه من فقط چمناشو کوتاه میکنم ذخیره؟ نه اونجا فیکسم ساعتی که دستت بود مال پلس خونه ماشینه همش مال پلس 100 تا از این خونه ماشینا داره کلید این خونه و ماشیناش هم داده به من که وقتی مسافرت من بهش سر بزنم قرار نبود به این زودیا برگرده عینکه مال پله بود کلاه پله
دستبند. پله. لعنت به تو، کروات. اونم پله. مایو. پله. آره. یعنی تو هیچی از خودت نداشتی؟ تمام این مدت به من دروغ گفتی، چرا؟ به خاطر من و کارلوس توی محله بازار شدیم. از همون اول شیخم. این کارلوس روبرتوه یا اون خشنه است؟ نه بابا، این کارلوس رئیس یه گروه مافیاییه. خیلی آدم عوضیه. داداش این بهش بدهکاره. اونم شرط گذاشته که یا باید با من ازدواج کنی یا بدهی داداشتو بدی. داره از این قضیه سوء استفاده میکنه. آره؟ آره. کثافت معتاد. ساسان جان، با آلیس چجوری آشنا شدی؟ پاتوق هم کافی بودش که لارا هم که از رو فقر دنبال یکی بود که بچه‌شو بزرگ کنه. فکر کردم همه چی درست میشه، ولی اشتباه کردم. میگم یعنی به خاطر این بدهیه قضیه پوشک رو از من پنهون کردی؟ آره، ترسیدم قبول نکنی و بزنی زیر همه چی، ولی به خدا میخواستم سهم تو و لارا رو بدم. فقط گفتم اول مشکل خودمون رو برطرف کنم بعد. گفتی به خدا؟ میگم به جون آلیس. خب اشکال نداره دیگه، یه دروغ گفتم یه دروغ شنفتم، باشه یک. حالا فردا میریم پول این پوشکر رو میگیریم، پولدار میشیم. ریچ مانی انشالله. میگم پله بیدار نشه بره در یخچال وا کنه شیر لارا رو بخوره. لارا نکن، لارا باشیم بچه باشیم. چیه؟ سکوبا پردام. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of God. الحمدلله رب العالمین. فاتحه میخونی؟ خوشو. من برم لباسم رو عوض کنم، خیلی لختم. بودو. صبح بخیر عزیزم. خوبی؟ خوبم. شانس آوردیم. اینا رو قبراشون حساسه. ببین کلیسا. خب چیه؟ کلیساست دیگه. لارا گفت امروز دنی رو گوست بدین. چی داری میگی؟ شوخیت گرفته؟ تو این وضعیت؟ بهش گل دادم. عزیزم امروز باید بریم جایزمونو بگیریم. عزیزم زود تموم میشه. خدای کلیسا سر رخمون گذاشته. پلیز. باش، فقط به خاطر تو. بیا موبایلتم درست کردم دیگه، روشن. مرسی. چی گنجی باشیم بابا، باز اومدن اونجا، من دیدم داشتن لباسم بکنم، یه دقیقه تو قبرستوناشون راحت. بودو. Bom dia, padre. Bom dia. Tudo bem? A gente veio batizar o bebê. Hoje não tem batizado. Mas por quê? O que houve? Que brasileira é você que não sabe o que aconteceu ontem à noite? O que aconteceu ontem à noite? Invadiram a casa do Pelé, agrediram ele e fugiram com seu roupão. چی میگه ساسان جان؟ میگه دیروز یه عوضی پله رو تو خونه‌اش زده، با هولش در رفته. به منم دیگه. معلومه تویی. حوله هم مال پله بود ساسان جان. برام تو اون خونه همه چی مال پله است. میگه اگه پیداش کنم زنده آتیشش میزنم. من یه نگفتی این اینجوری هم برزیلیا که اگه یه طرف صورتشون رو بزنی میگن بیا آقا این بره صورتمون رو بزن، و چی شد؟ نه وقتی که پای پله وسط باشه. دعا کن پیدامون نکنن. یا مسیح. چرا پله، چرا ریوالدو نه؟ یا خدا، من اینجا چی میخوام؟ چجوری پیدامون کردن؟ گوشین با GPS پیدامون کردن. دیشب پیدامون نکردن چون گوشین خراب بود. بده ببینم گوشی تو. بودو. برام پاشو بریم. برم کن.
perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Tá marcando alguma coisa aí? Essa porra tá dizendo que sim. Deus perdoe, meu filho. دقیقاً کجا؟ خفه شو و برنگرد چون پشت سرتونن. Calma, cara. Espera mim você terminar, porra. Deus perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Eles não estão aqui não, Luizão. Deus perdoe, meu filho. Deus perdoe, meu filho. Seu neném tá limpo. Deus abençoe. Obrigada, Padre. Obrigado, Father. برای اینکه شک نکنن شما زودتر برین من پشت سرتون میام آمین امروز هر طور شده جایزه رو باید بگیریم وگرنه دهنمون صاف و صوفه آمین چرا وایستادین بفرمایین آمین بفرمایین شرکت پوشک فروشی آمین Eu quero confessar, padre. Não precisa confessar. Está perdoado, meu filho. Mas eu tô cheio de pecados, padre. Por favor. Tô falando. Eu preciso me confessar. Não precisa, meu filho. Vai atrás da tua vida e vive como ser humano. Mas, padre, quando eu entrei nessa igreja... Tô falando, te Eu perdoei. lembrei da minha infância, padre. Se eu não confessar, eu vou explodir. ای بابا چه favor, گیری padre. افتادیم عجب غلطی کردم Fala, rápido. Deixe-me ver. Por onde começar? دیگه عوضی الان وقت اعترافه. O senhor falou alguma coisa, padre? Egoísta pedindo perdão, meu filho. Padre. Fala. Muito obrigado, padre. Eu tenho sido uma pessoa má, padre. E eu já matei pessoas, padre. Padre, eu também tenho outro pecado, que é o pecado da gula. Eu tenho uma compulsividade de comer, padre. Eu como de manhã, eu como à tarde, à noite. Eu levanto na بخون madrugada دنیای para comer. دهنی ازت صاف کنم. Eu serei perdoado, padre? سی. Graças a Deus. Ok, meu filho. Vai confessar? Espera ele terminar. Sim? Não pode derramar sangue na igreja, meu filho. Não se preocupe. Eu vou sugar todo o seu sangue. Ok. Um momento. Um momento.
ساسان این پره که هی فرد این آمی جزوز بدا بازا خاک بسته خاک بسته اوه خدایا داشتیم میمردیم و واقعا میگم آبی شورا هفتیر داشتن. تو خوبی آلیس؟ چیزیت که نشد؟ Você me perdoa, meu amor, por favor. عزیزم فارسی حرف بزن. برام غریبه نی. یس همه اینا به خاطر منه. زندگی تو خراب کردم. زندگی من وقتی خراب میشه که تو رو اینجوری میبینم. تو رو خدا گریه نکن. نگرانتم. نمیخوام به خاطر من زندگیت خراب شه. 100 دفعه بهت گفتم من از این جمله بدم میاد. همه زندگی من تویی. اگه تو نباشی همه زندگی من خراب میشه. اینو بفهم. تو چته؟ تو دیگه چرا داری گریه میکنی؟ نه فکر کنم خاک رفت تو چشم. چیزی نیست. غربت بد کوفتیه. کاش من بمیرم راحت شم. مقصر همه اینم منم. دروغ گفتم بهتون. خودمون پرت کنم پایین از این بگی بشین بابا برام. تو که این کاره نیستی. جام تو بالون. بعدم هیچ کدومتون نباید بمیری. اصلا چرا حرف از مردن هی میزنی؟ من به جفتتون احتیاج دارم. بس کنین مسخره بازی‌ها رو. آدم رو آسمون چقدر احساسی میشه نه؟ ولی من خیلی میترسم. نه ترس عزیزم. اینجا تو آسمون جامون امنه. پسنداز داره؟ چی شد؟ پسندازه. وای ساسان جان فقط دیگه تو آسمون نیستیم ما. چی شد؟ همه چی رو برد. آلیس، پوشک، بچه. وای بچه چی میشد به پرتغالی؟ ببه. وای ببه جان بهت گفتم یه غربت بدیش اینه دیگه. هیچکی به داد آدم برسه. چه یکی هست دایی هوشن یا کوزا. اینجا همه ایرانی‌ها بهش میگن دایی. خیلی آدم باحالیه. جزو اولین نفرایی بوده که واسه کار رفته ژاپن. اونجا با یه پیرمرد مهربون باحال آشنا میشه که هم بهش دختر میده هم کار. بعدمش کرد. اپا باقیشو گوش کن. بعد یه مدت میفهمه یارو رئیس یاکوزاست. میخواد از سیستم بزنه بیرون، اما میخوام بکشنش. دست زنشو میگیره در میره میاد برزیل. منم که اوایل اومدم برزیل واسه دایی کار میکردم. اصلا با پله همینجا آشنا شدم. رفیق جینگ داییه. عاشق کبابای اینجاست. وقت این رستوران برای خودشونه؟ نه بابا بدبخت اجاره کرده. ولی ببینیش عاشقش میشه. خیلی مرده. من عاشق اباحتشم. یه جذبه عجیبی داره. ته جذبه است. چقدر دوستم ببینمش.
بچه چرا خودتون پذیرایی نمی‌کنین؟ خیلی ممنون. دایی ما واسه پذیرایی نیومدیم. گشنمونی. میگم ساسان یادت میاد وقتی داشتی میرفتی چی بهت گفتم؟ شما که کلا حرف زیاد یعنی حرفای زیادی به من زدی. الان دقیقاً نمیدونم منظورتون کدومه. بهت گفتم میری ولی مطمئنم برمیگردی پیش خودم. نه؟ بله بله. به هر حال کارش نمیشه کرد. این خاصیت غربته. همه جای دنیا هم همینجوریه. آدم وقتی تو غربت دلش برای هموطنان خودش میتپه. ها؟ بله بله. به هر حال خیلی خوش اومدین هر دو تاییتون. هوشنگ جون نگرانت بود. هر روز به پله زنگ میزنی. نه؟ راست میگه دایی؟ هر روز زنگ میزدی؟ هر روز. حتی دیروز هم زنگ زدی؟ آره دیروز زنگ زدم ولی جواب بهم نداد. بعداً توی اخبار دیدم که یه نالوتی بهش حمله کرده. خیلی متاسف شدم. حولش رو هم دزدیدن. حوله رو اخبار گفت؟ ولی خوشبختانه پله اعلام کرده که صورت اون بیشور رو دیده و گفته اگر دوباره ببینمش دهنش رو شناسایی میکنم. دایی جان هوشنگ مثلا شاید از قصد نزده باشه. بعد قانون برزیل چطوریه؟ والا من هوشنگ نه نکنه کار شما بوده. به جون دایی از قصد نزدمش یهو دستم. کی مرده حوله رو برای چی؟ داغ بودم. داد نزن. حالا دایی این قضیه رو بی خیالش شید. بعداً واسهتون کامل تعریف میکنیم. الان چیزی که مهمه آلیسه. خیلی وضعتون خرابه. از یه بار پله از یه بار کارلوس. کارلوس خیلی آدم خطرناکیه. میشناسین کارلوس هم؟ آقا رو میگه میشناسین کارلوس. تمام برزیل کارلوس رو میشناسه. نصف این شهر دارن بهش باج میدن. وقتی میگه کارلوس رو میشناسی؟ شما هم؟ باج. من بچه شدین؟ ایول دمت گرم. دایی مرده. چی بهت گفتم؟ دایی یه دونه است. به کسی پول زور نمیده. مگه ندایی؟ خب البته ما به جاش بهش کباب میدیم. مرده. کارلوسی پدرسگ کبابوی هوشنگ جونو دوست داره. جای پول کباب میگیره. نه؟ بله. دایی حالا بگو چیکار باید بکنی؟ مرد؟ فکر میکنه. میریم سراغش. ما؟ سراغ کی؟ کارلوس دیگه. چطوری؟ چیه نکنه ترسیدین ها؟ معلومه که ترسیدیم. از این طرف کارلوس، از اون طرف پله. حولش. بس کنین دیگه. مگه تو نمیگی این نامزد چیه عشق دست اوناست؟ ها؟ یه ایرانی هیچ وقت ناموسشو به امون خدا ول نمیکنه. هیچ وقت. دایی من یه چی بگم؟ بریم پیش پلیس برای قانونی. چی؟ پلیس اگه وارد این قضیه بشه اولین اتفاقی که میفته اقامت تو از بین میره. همین میخوای؟ نه بابا به من چه؟ ببخشید مگه اونا پلیس رو تهدید کردن؟ اونا یک ایرانی رو تهدید کردن. هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن. احمدی نژاد. جنتی. پسر. لاریجانی. احمدی نژاد. ظریف. متکی خودش. رفسنجانی. من میدونم احمدی نژاد گفته. ظریف. آقا احمدی نژاد نه روحانی. ظریف. جونم احمدی نژاد گفته. دایی شما مثلا ایران دکتر ظریف. ظریف. عزیزم دیسکشون اوت کرده بود. میدونه ما نمیدونیم. تو مطمئنی؟ بله. احمدی نژاد. آقا اصلا ولش کن. ببین یک واقعیت وجود داره و اونم اینه که من مدت‌ها بود که می‌خواستم دیگه به کسی کباب مجانی ندم. ولی خب چون تنها بودم دیگه زورم بهشون نمیرسید. ولی الان با وجود شما دوتا پشتم به شما گرمه و این کارو میکنیم. ما رو که نمی. دایی ما خودمون از ترس داریم یخ میزنیم. شما پشتت به ما گرمه؟ این شدنی نی. کی مردم میگه شدنی نیست. ببینید شما میدونید چرا من اینقدر برزیل رو دوست دارم؟ کباباش، سواحلش، ماراکانا، گوشتاش، سامبا، قهوه. اولشو بگیم به جون دنی من میگم. بگیم ما رفتیم ها. ولش خود دایی میگه. بفرمایید. به خاطر اینکه مردمش همیشه خوشحالن و اینکه بیشوری مثل این حوله پله رو دزدیده بازم دارن خوشحالی میکنن. میبینین؟ واسه میدونی یعنی چی؟ یعنی که یه گوشه بشینیم دست رو دست بذاریم و ناامید باشیم. ولی شادی یعنی که همیشه یه راه هست. الان از ما توقع نداری که شادی کنی. اصلا وقت این حرفا. دایی بگو چجوری بریم سراغشون. همیشه راهی هست. به به دایوشن چه عجب از کبابا دل کندی. میگم بهت قضیه ناموسی مسعود خان.
کارلوس توی این جزیره مخفی شده. اسم این جزیره روی نقشه است جزیره تگزاس، ولی معروف به جزیره مرگ. دور تا در اون به شدت محافظت شده است. متوجه شدین؟ دایی چرا بهش میگن جزیره مرگ؟ چرا بهش میگن جزیره مرگ؟ سوال بسیار جالبی بود. نمیدونم، ولی هر کی از هر طرف بخواد وارد این جزیره شه خواهد مرد. برای ورود به این جزیره فقط یک راه وجود داره. هوشنگ یاد جوانی یاد افتادی نه؟ اگه جوونیت چیکار میکردی دایی؟ ولش نه بگید دایی جان. بس ولش کن. بگید. چیکار میکردی؟ این فارسی بلده. من چیزی نمیگم. جمع کنیم. رسیدیم باید بپریم. شما آماده این؟ عالیه. ببین من میپرم شما پشت سر من بیاین. خب بعد کمتر از 30 ثانیه بعد چترتون رو باز کنین. شنیدین؟ دایی نمیشد با کاری. کجا دایی بابا دارم باید حرف میزنم. چقدر بی‌ادبه این؟ این نه اباحت داره نه ادب داره. چقدر دیگه بکشیم؟ 30 دقیقه. 30 دقیقه سقوط؟ خیلیه. شک نکن. لعنتی تو اگه این دروغو نگفته بودی من الان اینجا نبودم. تو کشور خودم بودم. من دروغ گفتم؟ تو دروغ گفتی عوضی. اگه پولا آورده بودی الان رو زمین بودیم. پول آوردم. ببری. داستان چه سرعت زیادی خدا. حد منو بگی از من جدا نشو. دستتون رو بگیرم اصلا وای میستم. 3 دقیقه دیگه باید چتر تو باز کنی. نه 30 ثانیه دیگه. چتر رو من باز کنم. آره. کجان این ابله‌ها؟ پشت ما رو نگاه به کیا گردن. الو صدا بی؟ حالا 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 Terceira vez. Festa animada. E aí? Vai. چیکار میکنه این دایی؟ چه میدونم دایی ما رو کشون. دایی وقتمون تموم شد. دایی ما بگی بشین. عالی شد. دایی اومدی اینجا واسه عکاسی؟ الان کلی مدرک ازشون داری. دایی جان نقشه رو بگو. خیلی خوب وایسا دقیقا. چی بهت گفته بودم؟ دایی همیشه یه نقشه‌ای داره با برنامه است. بعضی وقتا شک میکنم. الو سیروس سلام. کجایی؟ سیروس نیرو پوششی همینجاست. اومده؟ ما تو زل جنوبی اون ساختمون مستقر شدیم. تو کجایی؟ آقا سیروس گوش کن ببین این کارا رو که بهت میگم مو به مو انجام میدی. الان میری سر یخچال. من گوشتا رو خوابوندم تو مواد از دیشب. درشون میاری حدود 15 دقیقه تو دمای اتاق باید باشن. بعد سیخ میکنی. مرده مو به مو انجام. ای میگی؟ خب میذاری آروم میپزه.
نیم ساعت یه بارم بهشون کله میزنی. دایی حله دایی آی ماشاءالله ببینم چیکار میکنی. من امروز نیستم. آبروزی نکنی. چی میگین شما؟ بابا گوشتار بیخیال، نقشه رو بگو. نقشه. خوب گوش کنی چیکار میکنی. خب رسیدیم به نقشه. این ساختمون اینجاست، ما ضلع جنوبیشی، ما اینجاییم. حداقل اینو میذاشتی خونه. اینجا دیگه ما این ساختمون است، ما هم اینجاییم. خب من از این ور میرم اونا رو سرگرم میکنم، شما از پشت ساختمون برید و دخترها رو نجات بدین. همین نقشتون همین بود؟ همین دیگه. چند بار بعد بگیم همین. دایی اینا همشون مسلح، خطرناکه. از 13 سالگی دعوای ناموسی میکردم. یه نظام آباد بود، یه دایوشنگ. دعوای ناموسی فرق میکنه با دعوای معمولی؟ آره حالا بعدم واسات میگم. چی بهت گفته بودم؟ بهت گفته بودم دایی خیلی مرده ولی مردونگی ثبات نداره. دیدی؟ آقای کارلوس پدرسگ، سلام علیکم. اومدم انتقام همه اون کبابای بیزبونی رو که به زور ازم گرفته بودی ازت بگیرم. Que que você tá fazendo aqui, rapaz? یا پایین! Puxa, کبابی! هوشنگ کبابی جد آبادته. هوشنگ شمشیری فرزند یادالله بچه نظام آباد. به دستور میده بیار پایین. باید خونه رو سر خودت اون لاتولوتات خراب میکنم. Como é que você entrou aqui? Como é que ele entrou aqui? همینطور که میبینی اومده اینجا. بیا پایین! Você vai ver! Você vai ver! ازم کلی مدرک ازت دارم. عرق خور، عکس، فیلم، همه چی. میدم کمیته وزرای ساپالو درتو سرویس کنم. ممنون کارت میکنم. بچه‌ها بریم. میگه بریم. چه خبره؟ نظری میدنی همه آدم اومده؟ بابا آقا لویی، سگ دستشانده جناب آقای کارلوس. Yummy, racing arma. زدن دایی رو؟ من ازش عذرخواهی کردم. آروم باش حیوان. ازش عذرخواهی کردم. انتقامتو میگیرم دایی. بیا بریم. ساسان کجا بریم؟ با پلیس من اقامت نمیخوام. چی اسلحه داره نگهبان میزنه. خب چیکار کنیم؟ ولش کنیم بریم بعدم بیایم دنبالش. بریم با پلیس بیا. من اقامت نمیخوام. ببین سود میزنم. خب نگهبانه بیاد بیرون. تو نگرش دار. من با یه چیزی میزنم تو سرش. با چی میزنی تو سرش؟ وای با یقلوی. تو نگرش دار. من خوبه خوب. خیلی خوب. بازری.
یاد نزدی؟ نه. آلی ساسان یعنی بابا عزیزم چرا اومدی اینجا؟ برگرد. چی داری میگی؟ اومدم دنبالت. من نمیتونم باهات بیام. یعنی چی که نمیتونی با هم بیای؟ یعنی چی که نمیتونی با هم بیای؟ یعنی چی نمیتونی باهاش بری؟ کارلوس گفته اگه فردا باش عروسی کنم برادرم آزاد میشه تو هم زنده میمونی. عروسی وسط هفته دروغه. بهرام یه دقیقه خفه شو ببینم چی میگه. تو بهش چی گفتی؟ مجبورم به خاطر خمه. پس هنوز نگفتی آره نه؟ خیلی خوب همینش هم خوبه. بیا بریم. کارلوس میکشته. کارلوس چی وای جونه بچه هر وقت کارلوس منو کشت بعدا تو میتونی بری با هر کی که دلت خواست ازدواج کنی. کی هم نه یه لحظه بس فعلا جمع کن بریم. بدو نه پوشه کن من پوشه دست من باشه خیالم راحت‌تر. شیشه رو بده خودم همه رو میارم. تشکر. آقای کارلوس ما ایرانی ها یه ضرب المثل داریم که میگه اون لولو رو ممه برد. نه اون ممه رو لولو برد. دکتر ظریف. No, احمدی نژاد. مطمئنی؟ Segura ele aí! Tô descendo pra fazer churrasco! بده کارلوسه آره بهرام بریم گاهی چی شد با دعوای ناموسی؟ بدو برو سمت قایق. تو مگه قایق سواری بلدی؟ آره بلدم. برو وایستا دیگه شوخی رو. اوکی اوه از این برم اومد. اوکی non ci já isso compensou vou para todo mundo Não, você não faria isso comigo, né? Alisão, tá de sacanagem esse porra. Olha o chefe aí. É, Butão. Que dia maravilhoso. Ai, ai. Oi, my friends. Oi. این خانواده Butão, leva a Alice e a criança também. No. Leva a criança também. Make for baby, brother. Leva, vambora, leva, Butão. Puxa, come بده ببره. Leva ela. Agora. بابا não machuca ele, eu caso com você. چی داری میگی؟ بذار ببرش بابا. کارلوس بی کام تو یور گروپ. بیا بریم تو گروه این دیگه. آلیسو که بردن. جون بهرامی چی بهش نگو. عذرخواهی کن باشه. عذرخواهی کن. ما اومدیم خونه اینا دیگه. mesmo momento ela vai me ama. اشتباه کردیم. Coringão. چی گفتی؟
خب مثل کالو زر میزنی نمیفهم خفه شو بیا من تو رفیقت که پا به پا اومدم تو این خطر بیا این برم توف کن بابا باد آورد باد میاد بعد توف کنی بعد بیا برو گمشه این بر توف کن بابا شلوغش نکن به خاطر یه توف پلیز دایمی منو بکش No good. آی ساسا خدا Vamos pra cima! Vocês estão cercados! Pra cima! Tá دایوشن خلاص پدر سگ مفت خور کباب خور آخرین بارت باشه یه ایرانی رو تهدید میکنی. Muito obrigado pela sua ligação, senhor. Quem entrou na sua casa? داره میپرسه خونه تو کی دزد زد نشناسته نشناسته وای بگو زندونا اینجا چجوریه؟ ببین خلاف کن خداحافظ خواستم بیام اینجا به چی برسم اشکال نداره میام به سر میزنم زندان منو ببر No, isso não vai ser. I'll be back. بله مرده نفختت بله دستشو دستشو ماچم کمتری تازه زدیش It's okay. دستت در نکن خیلی مرد ساسان جان بهش بگو خیلی مردی خیلی با معرفتی دم شما گرد یه چیزی بگو بتونم ترجمه کنم چجوری به اینا بگم خیلی مردی ندارن تو برزیل یعنی چی ندارن پله You are very man You for me Carlos police go Não O que você fez por mim, sem problema. Mas o que eles estão fazendo com o povo brasileiro, isso é muito mal. میگه کاری که تو کردی فقط به من ضربه زد ولی کاری که کارلوس داره میکنه به همه جامعه برزیل داره ضربه میزنه چی گفت اینو من می‌نویسم دایی کار شما بود داره ایوالا حالا راستشو بخواین من همون موقع که نقشه حمله به اینجا رو کشیدم فهمیدم از شما دوتا بی بخار هیچ پخی بلند نمیشه به همین خاطر به پله زنگ زدم و ماوقع رو براش توضیح دادم اونم با پلیس هماهنگ شد و به موقع و با برنامه‌ریزی عملیات رو انجام داد ایوالا دایی دمت گرم چاکرم چی بهت گفته بودم دایی همیشه یه نقشه و برنامه‌ای داره خیلی مرده ببین گفتش که کاری که من کردم به ایشون لطمه زده کار کارلوس جامعه رو زیر سوال خواهد برد می perdova پله não quis abusar ci você Tá perdoado. Aqueles leitos gostosos que você deixou na geladeira foi muito bom. Um abraço. جریان شیر چیه؟ میگه اشکال نداره عوضش منم همه شیرایی توی یخچال خوردم خیلی هم دوست داشتم شیر لارا رو خوردی پرچرب مال دنی بود پله سه شو بگیر It's okay Obrigado آلیس ساسان دایی چقدر برای ساسان خوشحالم پله لاو یاد هانیکو افتادم دایی خوشن جای هانیکو خالیه نه هیچ وقت با همسر یک مرد ایرانی شوخی نکن خودم فهمیدی؟ اشتباه کردم اسکلش کردم بله نداشت کی مرده آب قمقمتم من باید پر کنم نه حالا چیکار کنیم؟
کارلوس دست بردار نیست. همین که زندان زا بشه میاد سراغمون. وای راست میگه به خدا. این وحشی که من دیدم دایی ساسان جان، این میاد سراغمونو، اینو زود از زندان آزاد میکنم، بعد میاد پدرمونو در میاره. اصلا اینجا دیگه امن نیست. من این چی بگم؟ به نظرم برگردیم ایران. به خدا ببین با پولی که پوشک میگیریم من سهم لارا رو میدم، بقیه‌اش هم بین 3 نفرمون تقسیم میکنیم، میتونیم یه زندگی خوب کنیم. الانم که وضع اقتصادی بد نی، حالا برجام هم شاید نمیدونم، حالا دست خوبه دیگه. ها دایی این بهترین راهه. راست میگی دایی. بی ساسان اگه من بخوام از اینجا برم تو با هم میای؟ میخوای از اینجا بری؟ آره بخوام برگردم ایران. Amor, todo esse tempo que você ficou aqui pra mim, هر جا بری باهات میام. عزیزم. خیلی شاعرانه است. بهش میگه هر جا بری باهات میام. خیلی شاعرانه است. خب پس دیگه ببخشید دایی دیگه، اینقدر چند کیلو این دایی جان؟ یه لحظه باسی. خب بعد دیگه هیچ مشکلی نیست دیگه، میریم درسته؟ خدایا شکرت. اوکی فینیش. Ok. Parabéns, aprovado. Miss, do you want to see the picture of Danny Kashkuri, my son? Não entendo o que você tá falando. Just a moment. Ai, que lindo. Thank you. دیدی بالاخره همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. Muito linda a história de vocês, viu? E muito obrigado por ter escolhido a nossa fralda. مالیات کم کردم؟ نه میگه سرگذشتتون برای ما خیلی جذاب بود. خیلی ممنونیم که شرکت ما رو انتخاب کردید. بگو اوبریگادو. Obrigado. Oh no. Obrigado, but without hand. Eu vou pro Irã com você. Yes. چی یس؟ میگه منم با خودت ببر ایران. نه نگفت اینا. ایران با من بیاد؟ یه چیزی بهش بگو دیگه. من چی بگم؟ اون همه مونو چجوری اصلا بکنه زیر روسری؟ بهش بگو که پدر دنی رو پیدا کن. پروکورا پایدلی؟ منم بهت زنگ میزنم. وای سمپری لیگا؟ خوشحال باشه، هم خودش هم دنی. سجا فلیز. Senhor Casculi, como o senhor está se sentindo? O que o senhor falar com esse grande prêmio? Thank you. میگه آقای کشکولی چقدر خوشحالین که این جایزه رو گرفتین و با این جایزه میخواین چیکار کنین؟ چقدر دوستتون تاثیر داشته تو گرفتن این جایزه؟ از من تعریف. In the name of God. من خیلی خوشحالم از اینکه این جایزه رو گرفتم. سلام عرض می‌کنم البته خدمت مردم برزیل و امیدوارم که صحیح و سلامت باشن. ساسان عزیز خیلی به من کمک کرد. ساسان دوست دوران مدرسه اسکول، از اسکول ما با همین. خواهش میکنم صحبت‌های منو اگر میشه نه کوتاه کنید نه بزنید. پیام مردم ایران صلح، هر کی هر چی دیگه ای میگه دروغ میگه. ما صلح طلبیم. حقیقتش این پول مال مردم برزیله. من هیچی از این نمیخوام. میخوام اینو تقسیم کنم بین بچه‌های فقیر برزیل. امیدوارم که دنی هم بگو رقیق شدم یه ذره بهش. دنی هم آینده درخشانی داشته باشه. اینا رو تا اینجا بهش بگو. تمام تو پلیس. همین بود؟ واسه گزیده اخباره. Yes. Just a moment. یادگاری از مردم برزیل من اینو میبرم. Sardinha, tá tudo pronto? Tudo pronto, Sr. Carlos. Aproveite a sua liberdade. Sempre. Vamos. Novo tempo. Uma vida nova. Uma nova vida com novas possibilidades. Cala a boca, Sargento. Que
satisfação em te ver, chefe. Onde estão os iranianos? Eles voltaram pro Irã, chefe. Pro Irã. Então vamos lá. Vamos pra onde, chefe? Irã, porra! خیلی توپه بگو اوی 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 لب دریا به تو مایو لسی کنسه دادم مایو